با سلام به کانال همین حالا تغییر کن خوش آمدید. خیلی از ما عاشق خوردن شیرینی و کیک و شکلاته و متاسفانه در میان عاشقان خوردن شیرینی و شکلات اکثرا در مصرف اون زیاده روی میکنیم و حتما میدونین که مصرف بیش از حد قند و شکر و شیرینی دشمن بدنه و بیماری‌های بسیار زیادی رو برای بدن به وجود میاره. اما چه کنیم که گذشتن از خوردن شیرینی و شکلات کار خیلی سختیه. پس راه حلش چیه؟ مطمئنا این نیست که شیرینی و شکلات رو از زندگیمون حذف کنیم. به قول یک استاد بزرگ آزاداندیش، عقل وسط هر چیزیه و اعتدال داشتن در هر کاری نشان دهنده استفاده شما از عقله. پس باید مصرف شیرینی و شکلات رو تعدیل کنیم و البته در روش‌های پختن اون هم تجدید نظر کنیم. اگه جزء اون دسته از افرادی هستین که علاقه‌مندین با این روش‌های پخت و پز آشنا بشین، تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. متاسفانه در پخت شیرینی و کیک از روغن‌های نباتی و روغن‌های جامد استفاده میشه که روغن‌های بسیار ناسالمی هستند و باعث بیماری‌های زیادی در بدن میشه. یکی از روش‌های نوین در تغییرات آشپزی و شیرینی‌پزی استفاده نکردن از روغن نباتی و به جای اون استفاده کردن از روغن‌های زرد حیوانیه. و البته برای چرب کردن داخل سینی فر هم از روغن کنجد میتونید استفاده کنید، چون روغن کنجد میتونه حرارت بالایی رو تحمل کنه و سرطانزا هم نیست. حدالمقدور از بیکینگ پودر و جوش شیرین استفاده نکنید. جوش شیرین موجود در بیکینگ پودر موجب زخم‌های معده و روده میشه و تنش‌های عصبی زیادی رو برای افراد به وجود میاره. همینطور استفاده از بیکینگ پودر موجب پوکی استخوان، کمکاری تخمدان‌ها، بیماری فشار خون و کمخونی میشه. استفاده بیش از حد اون باعث دردهای شکمی، اسهال، تشنگی و تهوع میشه. البته بیکینگ پودر در قیافه و شکل کیک و شیرینی خیلی تاثیرگذاره و میدونم طرفدارای خیلی زیادی داره، اما با توجه به عوارض و مشکلاتی که ایجاد میکنه بهتره در مصرف اون تجدید نظر کنیم و به دنبال روش‌های کیک پزی و شیرینی پزی بدون بیکینگ پودر بگردیم. بهتره تخم مرغی که در شیرینی پزی استفاده میشه تخم مرغ‌های خونگی باشه و تخم مرغ‌ها باید تازه باشن. برای تازه نگه داشتن تخم مرغ‌ها میتونید اونها رو زیر نمک نگهداری کنید. بهتر در شیرینی پزی به هیچ وجه از شکر و خاک قند استفاده نکنید و به جای اون از پودر نبات استفاده کنید. نبات رو در هاون بکوبین، آسیاب کنید و از علک رد کنید. در مواردی که حرارت زیادی نیاز نباشه میتونید از عسل هم استفاده کنید، چون عسل در حرارت بالای 50 تا 60 درجه حالت سمی پیدا میکنه. فری که برای شیرینی پزی مورد استفاده قرار میگیره بهتر یه فر برقی مثل توستر باشه، چون توستر نسبت به فر گازی ضرر کمتری داره، ولی به هیچ وجه از ماکروفر استفاده نکنید. بهتر مواد اولیه شیرینی پزی از بهترین نوع مواد باشه و تا جایی که امکان داره توسط خودمون آماده بشه. مثلا به جای استفاده از وانیل های تقلبی که در بازار هست، بهتر از وانیل طبیعی که به شکل قرص های پیازی شکل هست استفاده کنید. برای درست کردن انواع شیرینی ها باید از قبل فر رو با حرارت مناسب گرم و آماده کنیم. خانم‌ها و آقایون ایرانی عزیز، نهایت حوصله رو در شیرینی پزی باید به کار ببرید، چون اولا چیزی رو که قرار بخورین یا به خورد کسی بدین باید با تمام انرژی و خوش اخلاقی درست کرده باشین و چون این کار با دست انجام میشه باید قالب‌ها همشکل و هم اندازه ساخته بشه. آردی رو که میخوایم برای تهیه شیرینی پزی یا کیک پزی استفاده کنیم باید نرم و تازه باشه و اون رو چندین بار از یک الک ریز رد کنیم. و قابل توجه افرادی که برای بار اول، دوم یا نهایتاً سومین باریه که شیرینی پزی میکنن. کسی که شیرینی پزی میکنه باید تجربه کافی داشته باشه. بنابراین با یک بار پختن شیرینی ممکنه به نتیجه مطلوب نرسین، اما ناامید نشین. به قول همون استاد آزاداندیشی که گفتم، ساختن یک خونه از تکرار آجرها و چیدن اونا روی هم انجام میشه. پس با تمرین کردن میتونیم به نتیجه مطلوب خودتون برسیم. در صورتی که میخواین شیرینی ها رو مدتی نگهداری کنیم، بهتر اونها رو در ظرف‌های دردار داخل یخچال قرار بدیم. شیرینی و کیک باید با مواد با کیفیت تهیه بشه و کمترین ضرر رو هم باید هم در روش پخت و پز هم مواد اولیه برای بدن داشته باشه.
مثلا تخم مرغ موجود در شیرینی و کیک به مقدار زیاد اگه باشه برای کبد ضرر داره و حتی پودر نبات برای افراد دیابتی خوب نیست. البته شیرینی ها اگه با عسل تهیه شده باشن افراد دیابتی هم میتونن از اون استفاده کنن. و البته دقت داشته باشین که حتی اگه هیچ بیماری هم نداشته باشین در مصرف سالمترین شیرینی ها هم باید تعادل رو رعایت کنین. مثلا حواستون به خرابی دندوناتون باشه و حتما بعد از خوردن اون مسواک بزنین و نخ دندون بکشین. میکروب‌ها در محیطی که غذای مناسب اونا باشه رشد میکنن. بنابراین زمانی که عفونتی در بدن شماست باید از خوردن شیرینی، مخصوصا ژله ها و شکلات که غذای لذیذی برای میکروب‌ها به حساب میاد، خودداری کنید. خانوما و آقایون شیرینی پز گرامی، بهتره وقتی شیرینی پزی کنین که حوصله و نشاط دارین. و اینو بدونین در تمام طول مدت کار افکار مثبت باید داشته باشین تا انرژی مثبت شما به اون مواد غذایی منتقل بشه. بعد از خوردن این شیرینی و شکلات و کیک تمام افرادی که اونو خوردن داره انرژی مثبت بشه. امیدوارم با گفتن این نکات به شما کمک کرده باشم. از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکرم. منتظر شما در ویدیوهای بعدی خودم هستم.